میلیون دلاری که در افغانستان سرمایه گذاری شد به جامعه هزاره و به جامعه شیعه 1 روپیه نرسید. چرا نرسید؟ به خاطر این نرسید که دولت مردان افغانستان، سیاستمداران افغانستان به غربی ها میگفت که جامعه هزاره و جامعه شیعه افغانستان مثل حزب الله لبنان و مثل نیروهای نیابتی ایران عمل میکنه. اینها را سهم نتی برایش. میگفت دلیل چیست؟ میگفت دلیل بیا ما علم کشیر برایت نشان بدم. مراسم هایی که اینها برگزار میکنه بیا من نشان بدم که همه از ایران کاپی میکنه، مطابق اصل ایران رفتار میکنه. گفت به اینا اعتماد نکنین. در طول بالاتر از 20 سال که جامعه جهانی در افغانستان حضور داشت، ما کوچکترین امکانات بین المللی برای مردم ما میسر نشد. چرا؟ به خاطر از اینکه ما نتوانستیم در مسائل مذهبی خود امو منافع مردم خود را، امو حیات جمعی خود را در نظر بگیریم. بعضی از ملاها بر اساس اونمو درس هایی که خوانده بود، بر اساس اونمو روایت هایی که شنیده بود، اونمو را آورد در افغانستان کاپی برابر اصل صدور انقلاب را در افغانستان ترویج کرد. اندیشه مبتنی بر صدور انقلاب. ما بحث های علم کشی و سرک بند کردن اینا را شما پیش از انقلاب 57 ایران اصلا هیچ نمیدیدین. کسایی که سابقه داره هیچ نشنیده. عزاداری مردم شیعه افغانستان چه رقم بود؟ در مسجد جمع میشد، ملا موعظه میکرد، سخنرانی میکرد، از امر خدا و رسول برای مردم میگفت، جمع میشدن با هم دیگر سینه میزدن در داخل مسجد، از اونجا عزاداری میکردن، خانه میرفتن. اینمی عبادت مردم بود. بعد از اینکه انقلاب در ایران به وجود آمد، بعد از انقلاب ایران یک به یک بحث صدور انقلاب توسط از اینا مطرح شد و اینا در سراسر کشورهای که شیعه نشین بود گفتن نه ما باید برویم اینجا و اینمی اندیشه خود را به اصطلاح به اینا منتقل کنیم. جلوس به معنای چیست؟ جلوس به معنای بیرون آمدن، جلوس به معنای رد کردن وضع موجود، جلوس به معنای اعتراض است. به این معناست. ما این جریان را در طول 20 سال در افغانستان آسیب دیدیم. به خاطر چه؟ به خاطر از اینکه ملاها و نهاد مذهب ما نتوانستند منافع مردم را، امنیت مردم را و آزادی مردم ما و شما را و چیزی که منافع ما را تامین میکرد مطابق منافع مردم ما تعریف کنه، مطابق منافع مردم ما عیار بکنه. ما نمیتوانیم با اندیشه صدور انقلاب زندگی کنیم، به دلیلی که منافع ما با او اندیشه فرق میکنه، به خاطر اینکه تفکر ما با او انقلاب فرق میکنه، به خاطر اینکه هویت ما با او انقلاب فرق میکنه. ما آمدیم همه ما همین لحظه‌ای که در استرالیا هستیم، هزاره هایی که در افغانستان است، هزاره هایی که در ایران است، هزاره هایی که در پاکستان است، شما یک بار سرنوشت او مردم را ببینید. سرنوشت او مردم برای ما نشان میده که هزاره یک جامعه بی دولت، یک جامعه بی حکومت، یک جامعه بی حکومت نمیتواند شورای انقلابی بدهد، به خاطر که شورای انقلابی خود از او مردم را نابود میکنه. ما با همین طرز دید یک تعداد آمدن در استرالیا شروع کردن با اینمی وضعیت. شما را به خدا در سالهای پیش همین لحظه یک تعداد در جریان امین است که مستندسازی کنه از رفتارهای مذهبی ما. چرا مستندسازی میکنه؟ به خاطری که جریانی که ما با این مشکل ندارم که در ایران حکومت چیست، ما اصلا نه به خوبیش کار دارم نه به بدیش کار دارم، ولی این را میدانم که ما اگر مطابق او معیار رفتار کنیم ما آسیب میبینیم، ما نابود میشیم، ما ضرر میکنیم، ما در جامعه استرالیا هضم نمیشیم، اعتبار برای ما به وجود نمیآید. در کویت پاکستان ما یک اتفاق داریم به نام 6 جولای. هزاره ها در پاکستان در عالی ترین نهادهای ارتش، جنرال موسی خان هزاره معروفه، رئیس ارتش پاکستان بود. هزاره ها در فوج پاکستان قدرت داشت، نیروی مورد اعتماد بود، موقعیت داشت، قدرت داشت، تا که این حوادث در ایران پیش آمد. بعد از انقلابات ایران یک به یک تعداد ملاها در کویت پیدا شد، آمد گفت ما خودش آزاد میکنیم. رفتن در سرگاه برآمدن. دولت پاکستان احساس خطر کرد، یک به یک حمله کرد، جنگ شد، مناقشه به وجود آمد. از اون روز تا امروز نقش هزاره ها در ساختار سیاسی پاکستان دیگه کاملا از بین رفت، دیگه قابل اعتماد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه او پالیسی هایی که در کشور هست با او سطح زندگی ما با شرایط مردم ما فرق میکنه. یک تعدادی از دوستا اعتراض میکنه، میگه این یک تعدادی که به نام روشن فکر آمده در مورد مراسم های مذهبی حرف میزنه، میگه اینا کافر است، اینا نمیفهمن فرهنگ غرب رو ترویج میکنه. ما طرفدار فرهنگ غرب و شرق نیستیم، ما طرفدار منافع مردم خود هستیم. منافع مردم ما باید حفظ شود. این بحث برای ما مشکل به وجود میاره. مشکلش در چیست؟ دوستا شما باید بدانین، مردم ما باید بدانیم، قومای ساکن در استرالیا ما باید بدانیم ایران با تمام خوبی و بدیش امروز با کل اینمی دنیای غربی که ما در زندگی میکنیم سرشاخ جنگ داره، مشکل داره با اینمی. میگه ما به تنهایی خود یک تمدن هستم، یک هویت هستم، یک فرهنگ هستم، در تضاد با این هویت است، در تضاد با نظم موجود است. ما اگر با او سیستم خود را عیار کنیم، با او سیستم اگر پیش رویم، ما در استرالیا مورد غضب قرار میگیریم. ما از ساختارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی استرالیا باز میمانیم. ما در این کشور نمیتوانیم موقعیت خود را پیدا کنیم، ازوله میشیم، ترک میشیم، از بین میریم. این وظیفه ماست. خدا گفته، قرآن گفته تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. تواصوا بالحق یعنی پیروی از حقیقت. اولین حق امنیت مردمه. اما که اولین حق حیات خودم است. ما باید زنده بمانم، ما باید بمانم به اون شکل جامعه ما باید بمانم. من نباید در راستای تخریب و نابودی جامعه خود اقدام کنم. هر کس که در صدد نابودی جامعه خود حرکت میکنه او خائن است.
او نمیدونه منافع بلند مدت مردم خود را در سرک ها برآمدن یعنی احتجاج، یعنی اعتراض، یعنی شوی انقلابی. این با مظلومیت انسانی هزاره سازگار نیست. شما ویدیوها رو میبینید در این روزها یک بچه نوجوان و جوانی که در ایران توسط آدمهای ایرانی میاد به عنوان از یک چهره هزارگی و یک چهره مهاجر افغانی داره، در ایران مصداق باریز افغانی یعنی هزاره با این چهره. اکثر دوستا تجربه او ظلم را داره، تجربه او زندگی را داره. اون مردم با چه وضعیت زندگی میکنن؟ مگر ما تا چه اندازه میتوانیم فکر کنیم، تا چه اندازه میتوانیم از منافع مردم خود بگذریم؟ ملاهای ما، روشنفکران ما، شخصیت‌های دینی ما باید منافع مردم را بسنجه. منافع مردم اولین اصلش امنیت. این گپ قرآن است. قرآن گفته و تواصوا بالحق. حق به معنای اولین عنصرش توضیح دادم، یعنی حیات مردم، یعنی زندگی مردم، یعنی امنیت مردم. این وظیفه ماست. همه باید در این میدان سهم بگیریم.